احتمالاً تا حالا در مورد مکان‌های ترسناک چیزای زیادی شنیدید، اما امروز این داستانی که میخوام بگم موضوع جدیدی که روش خیلی تحقیق انجام دادم. امروز توی این قسمت از ویدیو میخوام در مورد یکی از همین مکان‌ها صحبت کنم که اسم اون مکان پل کرای بیبی یا یری بچه نام داره. شاید براتون جالب باشه که بدونید در سال 1979 برای آریان روی پل کرای بیبی چه اتفاقی افتاده که هنوز هم تمام محلیای اونجا از این واقعه به عنوان یک افسانه یاد میکنه. داستان از اونجا شروع میشه که زنی در نزدیکی اون پل زندگی میکرد. این زن که قربانی تجاوز شده بود از لحاظ روحی بسیار شکسته و افسرده شد و یک ماه بعد به دلیل بروز علائم بارداری متوجه شد که حامل است. او به دلیل جو محلی و فشار روانی که جامعه در صورت پی بردن به این اتفاقات به او وارد می‌کردند و همچنین شوهر او که مردی بسیار خشن و بد اخلاق بود، اگر به این ماجراها پی می‌برد او را به شدت شکنجه و یا شاید حتی به قتل می‌رسوند. دلیل این فشارهای اجتماعی و ترس از بی‌آبرویی پس از زایمان ناچار شد که به همه بگه بچه مرده به دنیا آمده و او را دفن کرده. اما داستان اصلی چیزی دیگه بود. در واقع او از ترس بچه را زیر پل رودخانه در آن نزدیکی ها رها کرده بود و سپس به خاطر پشیمانی و افسردگی خودش نیز خودکشی کرد. پس سرنوشت بچه که چه بلایی سر او آمده هیچ وقت مشخص نشد. پس از خودکشی زن، کسی که هنگام زایمان زن به او کمک کرده بود و از همه چیز خبر داشت، واقعیت را به محلیای اونجا گفت و همه از حقیقت ماجرای زن و بچه خبر داشت. از آن زمان گفته میشه که روح این زن در حوالی پل سرگردان است و در جستجوی کودک گم شده اش گریه میکنه. مردی به نام آریان در یکی از شب‌هایی که از مأموریت کاری در حال برگشت به سمت خانه خود در شهر بود که به تازگی به آن محل آمده بود، به دلیل عجله داشتن تصمیم گرفت برای اولین بار از راه میانبری که در انتهای آن پل کرای بیبی قرار داشت به خانه برگرده. حدوداً ساعت 3 صبح بود. آن شب به دلیل مه گرفتگی جاده دید آریان خیلی ضعیف بود که به همین امر باعث شد او به یکی از حیوانات در حال عبور از جاده برخورد کنه و برخورد او دچار آسیب خودرو شد. او توجه به این موضوع نکرد و به راه خود ادامه داد، ولی به دلیل آسیبی که به خودروی او پس از برخورد با آن حیوان وارد شده بود، خودروی آریان در نزدیکی آن پل خراب شد. او هرچه تلاش کرد نتوانست ماشینش رو روشن کند و همچنین در آن منطقه تلفن همراه او آنتن نمیداد. پس مجبور شد منتظر یکی از خودروهای عبوری شود تا شاید آنها بتوانند به او کمک کنند. چند ساعتی را منتظر ماند، ولی جاده کم تردد بود و به دلیل دیر وقت بودن کسی از آنجا عبور نمی‌کرد. حتی به ذهن او رسید که خودرویش را در همان مکان رها کند و ادامه راه را پیاده برود تا به جایی برسد که کمک پیدا کند و یا تلفن او آنتن بدهد. ولی از آنجایی که هوا به شدت مه آلود بود و او دیدی به جایی نداشت، ممکن بود در مسیر مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیرد. پس تصمیم گرفت تا روشنایی هوا در ماشین خودش منتظر بماند. آریان خیلی خسته بود. پس تصمیم گرفت که چرت کوتاهی بزنه. همه چیز در آن لحظه آرام به نظر می رسید تا اینکه ناگهان صدای خراشی را روی شیشه عقب خودرو به گوشش رسید.